سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با تحلیل تکنیکال این هفته در خدمتتون هستیم. توی این ویدیو صرفاً به تحلیل تکنیکال میپردازیم و چون تحلیل آنچین این هفته خیلی مفصل هست، ویدیو خیلی طولانی میشد. فکر می‌کنم مثلا شاید هولوش 1 ساعت شاید میشد، از حوصله خیلی خارج بود. به خاطر همین من توی این ویدیو بیت کوین رو از دیدگاه تکنیکال نگاه میکنم و 4 تا آلت کوین هم، یعنی داج کوین، لینک، ریپل و آواکس رو هم با هم دیگه بررسی میکنیم. داج کوین رو تا حالا فکر کنم بررسی نکردیم، اما اون سه تای دیگر رو قبلا یه تحلیل روشون داشتیم. سعی میکنیم با تغییراتی که طی یکی دو هفته اخیر تو بازار بوده یه آپدیتی روی اونها بدیم. خب همونطور که همه میدونیم، بعد از اینکه بیت کوین رفت و سقف تاریخی جدیدی رو در نزدیکی تقریبا 112,000 ثبت کرد، بالاخره یه دونه اصلاحی داد و یه دونه در حقیقت اصلاحی بود که حالا به نسبت اصلاح‌های قبل‌ترش مقداری بزرگتر بود، از همه هولوش 112,000 تا یه هولوش 106,000 خورده‌ای پایین اومد. اتفاقی که افتاد توی این در واقع این اصلاحی که انجام داد، در حقیقت همین لگ قبلی رو فقط اصلاح کرده. یعنی لگی که از هول و هوش 101 102,000 از اینجاها، از وقتی که این اصلاح زمانیش تموم شد، استارتی که زد برای حرکت و تا ATH جدیدش رو ثبت کنه ادامه داشت، این اصلاح به نظر میرسه که نه، این اصلاح برای همین لگ هست فقط. در حقیقت اون چه که میخوام بگم اینه که بیت کوین هنوز این حرکت رو که از 74,000 شروع کرده، هنوز اصلاح این حرکت رو نداده به ما، یا حالا اصطلاحاً ما در RTM بهش میگیم ریتریس. سقفایی رو که شکونده، توی ویدیو قبلی هم خدمتتون گفتم 2 تا سقف رو شکونده، یکی سقف 88,000 بود و یکی هم سقف 98 99,000. میبینید که هر دوتا رو با یک کندل‌های بزرگ و قدرتمندی شکونده و ازشون عبور کرده و از اونجایی که این حرکت برای روزانه هست، ما انتظار داریم، یعنی از نظر در حقیقت سبکی که کار میکنیم، به این شکل وقتی که حرکت داره تو روزانه انجام میشه و سقف هایی که برای تایم روزانه هست داره شکسته میشه، اون نواحی هم که باید به ما بده برای نواحی روزانه باید باشه. ولی ما میبینیم که در تایم روزانه روی هیچ کدوم از این 2 تا سقف ما هیچ ناحیه‌ای رو نداریم. ناحیه هم به این شکل که در حقیقت ما یک کندل سبز که داریم، حتما کنارش یک کندل قرمز باید داشته باشیم که دست کم لوی اون کندل قرمز قبلیه پایین تر از سقفی که شکسته شده بره، تا اونجوری بگیم که خب ما اینجا یه دونه ناحیه داریم که حداقل از 2 تا کندل، یک کندل سبز رنگ و یک کندل قرمز رنگ، حالا اینجا میشه یک کندل مشکی رنگ و یک کندل نارنجی رنگ تشکیل شده باشه. اما خب ما این رو نداشتیم، 2 تا ناحیه این بالانس داریم. دقیقاً اینا رو هم میبینید که حمایت ها رو هم که روشن کنیم، درست زیر هر کدوم تقریبا از این نواحی، هم اینجا سمت 90 تا 92 و هم اینجا سمت 80 خورده‌ای، 81 تا 83، 2 تا ناحیه این بالانس باقی مونده. البته اینم هست، یعنی ناحیه 86 الی 88 هم هست. این 2 تا الان مهم‌تره برای ما، یعنی 86 تا 88 و بعد 92 کانال 92,000. ولی خب اگر بخوایم یه ذره بازترش بریم میشه 91 تا 93,000. در نتیجه حالا موردی که وجود داره، این اصلاحی که ما داشتیم، همین یه دونه کندل قرمز رنگی که بود، در حقیقت این حالا این کندلی که به قول معروف داره اون بازی یا اون ناحیه یا اون FTR رو به ما میده که اون ATH قبلی رو داره ازش عبور میکنه و هنوز این حرکت اصلاح نشده. در نتیجه ما هنوز انتظار اصلاح رو داریم، متا اینکه از کجا اصلاح داشته باشیم الان میخوایم بررسیش بکنیم که ببینیم آیا سقف جدیدتری رو میتونه ثبت بکنه بیت کوین یا اینکه خیر. خب برای اینکه این رو متوجه بشیم میایم توی تایم 1 ساعته. توی تایم 1 ساعته ما اینجا یک ناحیه‌ای داشتیم سمت 109,600 تا 110,800. این ناحیه نارنجی رنگ است که میبینید قبلا این قیمت رو 2-3 بار نگه داشته و بعد شکسته، یه پولبکی بهش زده و اومده حالا یه کفی رو سمت 106,000 و تقریبا 500 ثبت کرده. الان اومده بالا. خب طبق همون قانون چنج آف پولاریتی، این حمایت قبلی الان با توجه به اینکه شکسته شده تبدیل به مقاومت شده و فعلا میبینیم که قیمت هم که بهش رسیده کاملا یک اون گارد صعودیش یا اون روند صعود مومنتوم شکسته شده
یه فشردگی نصف نیمه ای توش به وجود اومده. ما کندلای رو به پایین رو زیاد میبینیم، اندازه کندل‌های سبز هم یا کندل‌های سعودی هم کوچکتر شده و حجم رو هم اگر بررسی بکنیم میبینیم حجم هم به نسبت شکسته شده به نسبت قبل ترش، یعنی تو لگ های قبلی. در نتیجه فعلا ما با این در واقع توی قیمت با این مقاومت درگیریم. حالا اگر این مقاومت رو بخواد رد بکنه، ما یه دونه ناحیه این بالا داریم سمت 111100 هست الی 111700. این ناحیه، این دوتا کنار همدیگه تنها نواحی مقاومتیش هستند که خب این ناحیه مهمتره. یعنی من احتمال این رو خیلی بیشتر میدونم که حتی اگر نخواد سقف جدید هم ثبت بکنه، از این ناحیه نارنجی رد شه بیاد اینجا سمت 111000، این تو کانال 111000 نقدینگی اینجا رو برداره و بره پایین. حالا ما وقتی که مثلا لیکویدیشن هیت مپ رو هم نگاه میکنیم طی معاملات 24 ساعت اخیر، 48 ساعت اخیر یا حتی 3 روز اخیر، من اینجا رو میذارمش روی 24 ساعت چون بهتر معلومه، میبینیم دقیقاً بالای این سقفی که همین الان ثبت کرده، سقف 110000 و تقریبا 200 هست. بالای این سقف میبینید یه سری ما تجمعی از لیکویدیشن پرایس داریم، یعنی نقاط لیکویدی معامله‌گرانی هست که شورت گرفتن. اون هم کانالش دقیقاً از 110600 شروع میشه و تا هولوش 111500 ادامه پیدا میکنه. 48 ساعت هم که ببینیم دقیقاً همین حالت معلومه، منتها تو 24 ساعتی کمی بهتر معلوم بود. میبینید که تا نواحی 111500 هم ادامه داره. در نتیجه میتونه برای اینکه در حقیقت بیاد و این نقدینگی رو جذب کنه از این ناحیه نارنجی رد بشه. حالا این فشردگی رو به مثابه یک اصلاح زمانی در نظر بگیریم و بعد حرکت کنه به سمت این. حالا اینکه با این ناحیه چه کار بکنه این مهمه. اگر این ناحیه رو ردش بکنه ما میتونیم بریم سمت اعداد بالاتر، یعنی وارد کانال 112000 و 113000 هم حتما بیت کوین میتونه بشه. اونم باز دو تا علت داره. یکی این که ما دوباره اونجا تجمع نقدینگی داریم از نظر لیکویدیشن هیت مپ، و دیگری این که مثلا چیزم که نگاه میکنیم هایپر لیکوید رو هم که نگاه میکنیم پلتفرمش رو، بذار بیارم براتون اینا، هایپر لیکویدیشن هیت مپ، لیکویدیشن مپ، میبینیم که مثلا اینجا سمت اعداد 111000 و بعد مثلا یک کمی اونورتر سمت 113000 اینا مقدار قابل توجهی نقدینگی وجود داره. در نتیجه میتونه خودش رو تا اونجا بکشه بالا تا در حقیقت یه نقدینگی رو جذب کنه. ضمن اینکه به غیر از این قضیه حالا فعالیت معامله‌گران تو بازار فیوچرز، ما یه شاخص آنچین هم داریم، حالا من اینجا ندارمش که بهتون نشون بدم، توی تحلیل آنچین بهتون نشون میدم، که در واقع میاد و یه مدلیه برای پیش بینی قیمت، میانگین قیمت خرید هولدرهای کوتاه مدت یا STH Realized Price رو میاد حساب میکنه و یه انحراف معیار بالاترش، دو انحراف معیار بالاترش و 1 و 2 انحراف معیار پایینترش رو میاد یک لاینی میندازه، یک چیزی شبیه، اگر دوستانی که تکنیکال رو واردترن، شبیه بولینگر باند در میاد که به اون 1 انحراف معیار بالاتر و 2 انحراف معیار بالاترش معمولا واکنش نشون میده. حالا الان 1 انحراف معیار بالاتر از قیمت خرید هولدرهای کوتاه مدت که هولوش 95000 هست، 95000 هست، میشه اعداد هولوش 112 الی 113000. یعنی ما هم اونجا در حقیقت یک ناحیه نقدینگی داریم از منظری که در واقع به معامله گران فیوچرز نگاه میکنی، و همین که یک ناحیه آنچینی هم اونجا داریم. در نتیجه برای اینکه بخواد دوباره سقف جدید ثبت بکنه، اون نواحی پرپتانسیلی هستن برای برگشت قیمت و یعنی رسیدن به قیمت و بعد حالا شروع به اصلاحش. این رو مد نظرتون داشته باشید. در حال حاضر هم چیزی که وجود داره، بذار من بیارم تو 4 ساعته، ما اگر بخوایم که در واقع به سمت پایین حرکت بکنیم و این دفعه این لگ رو که برای تایم روزانه بود گفتم اصلاح بکنیم، فعلا اولین حمایت همون حمایتی است که هفته پیش هم عرض کردم خدمتتون، که ناحیه بین تقریبا نزدیک 102، حالا اینجا دقیقاً 101 تا 104، ولی یکم میتونیم دقیق ترش بکنیم بشه 102 الی 103500. این ناحیه خیلی اهمیت داره و اگر این ناحیه شکسته بشه، زیرش انگلف بشه، که
فکر میکنم که حالا ما اگر کل این ناحیه رو در نظر بگیریم، یک بار اینجا این رو انگولف کرده، همونطور که میبینید اینجایی که دارم با موس نشون میدم. به نظرم میاد که یک علامتی گذاشته و اگر بخواد این رو رد بکنه، این کف هم اینجا شکسته میشه، کف 100,650 هم شکسته میشه و زیر اون اگر بخوایم بریم ما یه ناحیه فعلا بیشتر نداریم تو تایم روزانه و در حقیقت اون حمایت های مهم و روزانه سمت 91 الی 93,000، ولی یه گرهی هم میبینید که سمت 96-97,000 داره. حالا ممکنه که حداقل تا اینجا بیاد پایین اگر از اینجا عبور بکنه، ولی اگر نه اینو انگولف نکنه، یعنی ما با سختگیری حالا بگیریم مثلا اینو بگیریم انگولف نیست و یه جور اف اوه، ولی اگه یک بار دیگه زیر این کف بیاد که کف 101,400، این کف هم کف بعدیش هم که اولوش 100,700 شکسته میشه و میره سمت حمایت‌های پایین‌ترش. منتها خب فعلا با اینجا درگیر هستیم و چیزی هم که هست، مثلا اگر یه دونه فیبوناچی لول هم بندازیم میبینیم که تقریبا 50%، یعنی 50% این روندی که از ابتدا حرکت کرده و تا اینجا که الان هست رسیده، تا این سقف تقریبا 112,000 دلاری میفته هولوش 91,200، یعنی سمت همین حمایت 91 تا 93 میفته. حالا برای اینکه بگیم که در واقع به کجا میرسه یه مقداری زوده، ما فعلا باید اولین حمایت رو در نظر بگیریم، چون تا اینجای کار نشون داده که میبینید همه اصلاح‌های این لگ اصلاح‌های در واقع زمانی بوده. شاید بگیم که این اصلاحی که الان انجام داد، یعنی از 112 تا 106,000 اومد، این شاید یکی از عمیق‌ترین اصلاح‌هاش توی این حرکت بزرگتر بود، حرکت بزرگتری که انجام داده و خود همین، یعنی همین که اصلاح دیگه از حالت زمانی در اومده و یک مقداری حالت در حقیقت قیمتی پیدا کرده بیشتر، یه مقدار به طور میانگین بیشتر از نظر درصدی و بعد از نظر دلاری اصلاح کرده هر کدوم از این لگ ها رو، این خودش میتونه یه نشونه از ضعف روند باشه که به نظر میرسه که حالا یواش یواش فروشنده ها دارن دست برتر رو پیدا میکنن. البته وقتی که تو تحلیل آنچین بررسی بکنیم میبینیم که هنوز فروشنده ها کار خاصی نکردن، این خریدارها هستن که یه مقدار عقب کشیدن، یعنی این رو هم باید مد نظر داشته باشیم. ما هنوز با فروش گسترده‌ای روبرو نبودیم، حداقل تا دیروز با فروش گسترده‌ای روبرو نبودیم. البته فکر میکنم امروز و فردا هم ایالات متحده تعطیل هست بانک‌هاش و ممکن که ما این کمبود حجم رو داشته باشیم، کمی که امروز هم داریم میبینیم به صورت کامل این کمبود حجم رو. بیایم روی تایم پایین‌تر روی بیت کوین یک نکته‌ای که وجود داره رو من بگم بهتون تو تایم یک ساعته برای این حرکت رو به بالاش. یکی از سناریوهای خیلی محتملی که هست اینه که ما اگر این کف رو در نظر بگیریم، کف 108,500، حدس من اینه که توی کوتاه مدت، توی دقت کنید تایم فریم یک ساعته رو دارم بررسی میکنم، میتونه بیت کوین یک چنین حرکتی رو داشته باشه، یعنی از همین جایی که یک مقداری ضعف از خودش نشون داده یک پایینی بده، این کف 108,500 رو ازش عبور بکنه که این ناحیه این بالانسی که مال این کندل بزرگ است رو پر بکنه و بعد حرکت کنه رو به بالا، حالا یا اینجا و یا سقف جدید سمت 112 الی 113,000. این یکی از سناریوهای ممکن است که به نظرم میاد که احتمالش زیاده و نکته هم که وجود داره این حرکت مال تایم 4 ساعت هست. این حرکتی که گفتم، حالا من تو تایم یک ساعته اون کف بهتر معلوم میشد که بهتون نشون بدم که کف مهمی بود، یعنی 108,500 به خاطر همین آوردم، ولی این برای تایم یک ساعت هست که من فکر میکنم دست کم بتونه تا اون حوالی بره بالا، کما اینکه اگر یک حالا فیبوناچی مثلا ریتریس چی پروجکشن هم بندازیم میبینیم تقریبا اگر تا اونجاها بخواد بیاد، حتی اگه بالاتر هم بخواد بره، یعنی سمت بالای 112,000 بخواد سقف جای ثبت کنه، یه سیمتری و این لگ بعدی که میخواد حرکت کنه با این لگ اولش که از 106,000 خورده شروع کرده و تا 110,000 خورده رسونده خودش رو برقرار هستش بین این دوتا. پس این فعلا برای ما هست، انتظاری که داریم یک اصلاح کوچیک و بعد یه حرکتی رو به بالا. تقریبا میتونم بگم شانس این که ATH جدید هم بزنی 50-50، یعنی 50% احتمال داره به اینجا گیر کنه و بالاتر نره و 50% هم احتمال داره که ما عددهای 112-113,000 رو ببینیم. منتها نکته‌ای که وجود داره فقط اون چیزی که هست اینم بگم خدمتتون، ما وقتی که قیمت در این حوالی بود، یعنی هم توی این قسمت بودیم سمت 93-94,000 و هم بعد از اینکه 100,000 رد کردیم و به ناحیه 102 الی 104,000 رسیدیم،
ما اینجا پوزیشن های شورت بسیار زیاد و بزرگی وجود داشتن که این پوزیشن های شورت بسته شدن، حالا یا استاپ خوردن یا اینکه بدون استاپ خوردن بسته شدن یا اینکه لیکوید شدن و ما اصطلاحاً اینجاها با یک شورت اسکویز همراه بودیم که باعث شد این مقاومت های بسیار قدرتمند خیلی تقریبا راحت شکسته بشه. شورت اسکویز هم خب میگم دیگه، ما وقتی میبینیم که پوزیشن های شورت زیادی توی بازار باشه. نکته‌ای که وجود داره، من فکر نمی‌کنم ما دیگه الان با شورت اسکویز همراه باشیم، چون حجم پوزیشن های شورت کمتر شده نسبت به قبل و اتفاقا سمت لانگ داره سنگین‌تر میشه. یعنی اینو مد نظر داشته باشید که مثلا ممکنه که یک لانگ اسکویزی حتی رخ بده. ما فعلا فقط در هایپر لیکوید که داریم نگاه میکنیم اینجا سمت 111,000 1600 700 تا بیت کوین لیکوید میشه اگه تا اینجا برسه، که این رو ممکنه خودش مثلا باعث یه شورت اسکویز مثلا نسبتا کوچیکی تا حدود نمیدونم بگم مثلا همون 113 اینطورا بشه، ولی بیشتر از اون رو فعلا بعید میدونم. اینم گفتم که بهتون بگم. خب ما بیت کوین رو تمام میکنیم، میریم سراغ بریم آواکس. ایوکس رو نگاه کنیم یا همون آوالانچ. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اینجا، من حالا میکشمش اینو حدودی براتون. ببینید ما اینجا این کندله که یه کندل بزرگی بود، ما اینجا یه ناحیه این بالانس داریم کامل، منم زردش میکنم که مشخص بشه، یعنی سمت 28.8 الی 31.8 هست و اینجا خیلی جای پرپتانسیلیه برای اینکه قیمت برسه. تقریبا همین حوالی ما قبلا تر، یعنی برای لگ قبلی تو همین حوالی یه دونه ناحیه حمایت هم داشتیم که قیمت رو بالا نگه داشته بود و این ناحیه این بالانسه در واقع اون شکست همون ناحیه حساب میشه، همون ناحیه حمایتی قبلی حساب میشه. در نتیجه اینجا فعلا برای ما میتونه یکی از تارگت های مهم باشه. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که برای تحلیلش من میام توی تایم 4 ساعته و این لگ اخیرش رو فقط در نظر میگیرم که حرکت کرده. چیزی که هست اینه که ایوکس از اون جایی که حرکت کرده، از تقریبا دیروز بوده دیگه حدود حرکت کرده، آره از هولوش 22، یعنی قیمت $22 که اصلاح زده، میبینیم نسبتا قوی شروع کرده و کندلای تقریبا قدرتمندیه. لوی هیچ کندلی رو همونطور که میبینید نزده تا الان، لوی هیچ کدوم از این کندلا رو. حالا انتظاری که من دارم قیمت حالا بعد از زدن این لو که براتون میکشم، بعد از زدن اینجا تو تایم‌های خیلی پایینی ناحیه در حقیقت حمایتی حساب میشه، یعنی عدد $23.20 بعد از زدن این لو بتونه حرکت کنه به سمت بالا و در حقیقت ما یک حرکت صعودی رو توش ببینیم، کما که الان هم یک گارد اصلاحی دقیقاً داره، یعنی بیاد تا زیر این، همین جا هم ما میبینیم این کندله یک کندله این بالانسیه، میتونه تا نصفه های این کندله هم حتی پایین بیاد و بعد خودش رو در وهله اول برسونه به این فشردگی که ما تقریبا اینجا داشتیم. ما این فشردگی تو اینجا داشتیم که این باعث شده که در حقیقت قیمت با اصلاح روبرو بشه، بیاد و خودش رو تا این حدود از این جایی که هست، بذارم شماتیکش هم بکشم که تو ذهنتون بمونه، یعنی از همین جایی که الان قیمت داره معاملش، بیاد زیر این لوه رو بزنه که بهتون گفتم 23.20 و بعد بره دست کم تا هول و هوش مثلا 25 و خورده 25 الی 25 و نیم توی این ناحیه فشردگی که اینجاست. این فعلا در کوتاه مدت تارگت اولشه. تارگت بعدی زدن این سقف است. این سقف خیلی سقف مهمیه. 26.83. بعد از اینکه از اینجا عبور کرد، اگر واکنش مثبتی نشون داد، یعنی خیلی واکنش سنگین نشون داد، بیاد و این سقف رو رد بکنه، سقف 26.80 و اگر اینو رد بکنه فکر میکنم دیگه تا این ناحیه زرد دیگه راهی نداشته باشه، یعنی تا هولوش 28 تا 80. حالا ما بگیریم از 29 تا 32 میتونه فعلا تارگت نهاییش باشه. و حالا برای کسی هم که حالا دوستانی که از پایینتر وارد شدن که وارد شدن هیچی، برای کسایی که وارد نشدن و حالا احساس فومو میکنن، هر چند که من خودم همچنان ورود رو تو این نوای پر ریسک میدونم، به خاطر اینکه گفتم بیت کوین هنوز اون لگ بزرگ اصلی خودش رو اصلاح نکرده، ولی خب به هر حال ممکنه یه مثلا رشد بین 5 تا 15-20% وجود داشته باشه توی آلت کوین ها در حال حاضر. میتونن همین جا ورود بکنن و دیگه حد اکثر من فکر میکنم استاپ رو همین هولوش 22 قرار بدن منطقی باشه. دیگه بیشتر از این اگر بخواد بریزه، یا دیگه خیلی اگر بخوایم سهل گیرانه حساب کنیم، این عدد 21.25 کف قبلی
دیگه اگر از این عبور بکنه دیگه میتونیم بگیم فعلا موقتا روند صعودی که تا الان داشته طی کرده و از هول و هوش 14 و نیم اومده تا 27 تموم شده و حالا این لگ بزرگ رو میخواد اصلاح بکنه. اگر این کفه شکسته بشه، منتها خب خودم سختگیری بیشتری انجام میدم و این کف رو، یعنی کف 22 رو به عنوان استاپ خودم قرار میدم و تارگت هارم ترجیح من اینه که حالا با توجه به اینکه دارم یه جورایی مثل شبیه سیگنال هست روی اینجا یا یه سیو سود بزنید، مثلا به اندازه نصف پوزیشن رو ببندید و بعد حتما ریسک فریش هم انجام بدید، یعنی استاپش رو بیارید روی نقطه ورودتون تا یه موقع اگر ما ریزشی داشتیم در حقیقت با ضرر بیش از حدی مواجه نشیم. ما بقیه آلت کوین ها هم مثلا لینک رو هم که من نگاه میکنم، لینک هم دقیقا یه همچین حالتی داره. اونا هم توی یک تایم 4 ساعته در حقیقت یه امکان یه حرکت بزرگ که نه، امکان یه حرکت صعودی در حقیقت براشون وجود داره. بذار اول بیارم توی روزانه لینک رو نگاه کنم. لینک به جای حساسی رسیده، یعنی یک بار رسیده به این مقاومت خیلی قوی خودش و فعلا واکنش منفی نشون داده و نکته‌ای هم که وجود داره اتفاقا انگولفش هم نکرده، یعنی می‌بینید فعلا علامتی نذاشته که میخواد بره بالا. ضمن اینکه خب این خط روند نزولی هم که داشته از اون عدد تقریبا 31 که شروع کرده اصلاح کردن همچنان شکسته نشده، برعکس خیلی از ارزا که این خط روندشون شکسته شده، خیلی از آلت‌کوین‌ها لینک این خط روندش هنوز شکسته نشده. در نتیجه میشه انتظار داشت که لینک هم هنوز بالاتر بره، ولی بیایم ببینیم که فعلا تارگت هاش کجا میتونه باشه. من اولین تارگتی که براش در نظر دارم اینجا هست. در حقیقت اونم میبینید این تیکه آخر حرکتش رو یک فشردگی داشته، ولی خب برعکس ایوکس که به ما ناحیه نداده بود اونجا توی تایم مثلا 1 ساعته، این یه ناحیه خوبی به ما داده. ما اینجا یه ناحیه‌ای داریم به عنوان اولین جا سمت 16 و نیم الی 17 هست. اتفاقی که میتونه بیفته اینه که دقیقاً برای لینک هم توی تایم مثلا 1 ساعته توی تایم پایین این کف اهمیت داره. این کف مهمیه، کف 15.37 $15.37 سنت. بیاد زیر این کفه رو بزنه و بعد شروع بکنه حرکت اون اصلی رو به بالاش رو بده که شماتیک اینم براتون بکشم. یه همچین چیزی میشه از همین جایی که هست بیاد زیر این رو بزنه که زدن زیر این در حقیقت خطه زیر این کفه خودش جوری پر کردن این ناحیه گپ و این بالانس هم هست و بعد برگرده دست کم تا این ناحیه، یعنی تا ناحیه‌ای که عرض کردیم خدمتتون سمت 16 و نیم الی 17. اینجا خیلی اهمیت داره و بعد اگر از این بتونه عبور بکنه، چون یه جای خیلی حساسی لینک مقاومت‌های زیادی نزدیک به هم بالا سرش هست، یعنی یه مقدار کارش سخته. مثلا ما دوباره همین اینجا ما داریم باز دوباره یه دونه دیگه مثلا ناحیه حالت مقاومتی براش می‌بینیم سمت 17 ممیزه تقریبا 40 الی 17 ممیز 75 است. می‌بینید که نزدیک هستن به هم دیگه. اگر بخواد خیلی قدرتمند از اینجا رد بشه، یعنی بخواد این خط رونده شکسته بشه و ما یه حرکت صعودی قدرتمندی داشته باشیم که ادامه دار بخواد باشه، یعنی تارگت، چون بالاتر هم تارگت داره. لینک جزو اون ارزاییه که من فکر می‌کنم تا مثلا اعداد 40 اینطورا رو میتونه ببینه در بلند مدت، در کوتاه مدت نه. ولی اگر بخواد اون حرکت اصلیش رو بزنه، این تیکه رو با توجه به اینکه مقدار، یعنی تعداد زیادی مقاومت بالا سرش هست، باید با یک کندل بزرگ بش کنه. حالا باید ببینیم آیا دامیننس بیت کوین موقع بالا رفتن یا اینکه دامیننس بیت کوین موقع اصلاح دادن بیت کوین این اجازه رو به لینک میده که چنین حرکتی بکنه یا خیر. کما اینکه یه نکته هم که مد نظر داشته باشین، کلا لینک در حال حاضر یه وضعیتی که داره از نظر مارکت، از نظر بازار، اینه که یه جورایی ریسکش هم حساب میشه دیگه، چون شما هر طرفی که پوزیشن بگیرید اگر خلاف جهت تعلیلتون حرکت بکنه باعث ضرر بزرگی میشه و اون اینه که نقدینگی کمی درش الان وجود داره. یعنی من نگاه میکردم یه چیزی تقریبا نزدیک 50% لینک هایی که تو بازار داره معامله میشه یا همون سیرکیولیتینگ ساپلایش دست نهنگای لینک افتاده، یعنی احتمال حرکات شارپ به خاطر این کم بوده نقدینگی توش هست، حالا چه رو به بالا چه رو به پایین. این ریسک رو راجع به لینک مد نظر داشته باشید.
پس برای لینک هم فعلا همین، برای ورود هم میتونید همین کف تقریبا 14 دلار 80 سنت رو به عنوان مثلا استاپ این ورودتون قرار بدید اگر ورود نکردید. اگر از پایینتر ورود کردید که استراتژی خودتون رو دارید که اون هیچی. دوج کوین هم یه نگاهی بندازیم. دوج رو من نگاه میندم، دوج در حقیقت دیگه میدونین دیگه شیت کوینه دیگه، یعنی فاندامنتال خاصی نداره، ولی خب از اونجایی که درخواست بود براش من این رو نگاه میکنم، میدونم خیلی‌ها درگیر دوج هستن. اجازه بدیم این لود شه. دوستان جا داره یه عذرخواهی هم بابت کندی اینترنت من ازتون انجام بدم. البته واقعا دست من نیست، تا همین الان داشت خوب کار می‌کرد، نمیدونم یه دفعه چه اتفاقی واسش افتاده فعلا. و خب میتونید اینجا رو بزنید روی سرعت چند ایکس تا بالاتر بره. یه بار ریلود بکنم شاید اینکه بهتر بشه وضعیت. به نظر همه چی اوکی میرسه، ولی بذار ببینیم دنیا میگه قدم یا نه بالاخره. دوج کوین USDT. خب رام اگر یک نگاهی بندازیم میزه من اینا رو پاک بکنم نه داری خلوت شه. دوج کوین هم یه نکته که هست، اگر تو تایم روزانه بخوایم براش یه در حقیقت ناحیه در نظر بگیریم، ناحیه مقاومتی، تقریبا اون جایی که به ما میده، بذار بیارمش توی 4 ساعته ببینم ریزش رو از اون تو شاید بهتر بتونم در بیارم. ببینید حدودا اینجا، یعنی همین کندل آخری که زده سمت 27 و نیم تقریبا میشه 275 الی 295. روی اینجا در حقیقت جای پرپتانسیلیه برای اینکه بتونه قیمت رو هول بده پایین. منتها خب از اون طرف تا اینجا الگوی جالبی درست کرده، یعنی ما یه حالت پرچم داریم اینجا میبینید که یه اصلاحی داده اینجا رو و خوبم اصلاح داده انصافا. این کفه رو هم حفظ کرده، کفی که تقریبا سمت 21 سنت هست، یعنی هر چقدر نوسان داده این کفه حفظ شده و جای خیلی محکمی میتونه باشه برای کسایی که بخوان ورود بکنن اینجا رو استاپ بذارن برای خودشون. و تارگتشون هم میشه تارگت نهاییش رو به نظرم فعلا اینجا در نظر گرفت. اما اگر بیایم تایم های پایین تر میبینیم که یه ناحیه دیگه هم، یه مقاومت دیگه هم اینجا داره سمت 24 سنت الی هولوش نزدیک 25 سنت اینجا هم هست. حالا توی یک ساعته بیایم دقیقاً لینک هم ببخشید دوج کوین هم یه همچین حالتی داره. ما اینجا یه کف داریم که شکستن این کف خیلی مهمه، 22-26 حدودا، و بعد از اینکه این کف رو بشکنه یه کمایی که گاردی هم که داره به نظر میرسه که بتونه بره بشکنه، یعنی زیر اون کفه میشه اوردر گذاشت، یا حالا اگر میخوایم محافظه کارانه‌تر برخورد کنه روی کفه یا یک کمی بالاتر از کفه این بیاد اینو بشکنه، این ناحیه این بالانس رو در واقع پر بکنه، سفارشایی که اینجا هست رو برداره و بعد حرکت کنه رو به بالا دست کم تا کانال 24 سنت، و بعد اگر بتونه از این سقف 25 و نیم تقریبا هست اگر عبور بکنه، این یکی سقف هم قابل دسترس میشه به راحتی و بالا سر این سقف تقریبا 26 سنت هست تقریبا جایی که ما داریم هولوش 27 و نیم تا 29 و نیمه که میتونه قیمت رو نگه داره. در نتیجه اینم مد نظر داشته باشین در کوتاه مدت فکر میکنم که ما بتونیم انتظار اینو داشته باشیم که یه رشدی حداقل تا اینجا داشته باشه. حالا یه رشد هم اگر بخواد تا اینجا داشته باشه، یه درصد اگر بخوایم بگیریم که ببینیم مثلا میارزه که وارد بشیم، اگر روی همین خط وارد بشیم استاپمون تقریبا 3%، اگه این پایین بخوایم در نظر بگیریم 5%، و این حرکتی که میخواد بده تا اولین مقاومتی که داره یه هولوش 10% هست، تقریبا ریسک ریوارد 1-2 رو میده، میتونه مناسب باشه برای ورود. ولی خب میبینیم که آلپونا تقریبا توی این حالت حرکتشون در حال حاضر خیلی شبیه هم دیگه،
مدل اصلاحشون یکم فرق میکنه با هم دیگه. مثلا بین حالا این ارزهایی که گفتم فکر می‌کنم دوج کوین یه مقدار وضعیت تکنیکالی مناسب تری داره، چون یه اصلاح خیلی خوبی داده و یه کف خیلی خوبی ساخته و این کف هم که ساخته اینجا به جای خوبی خورده، یعنی به این گرهی خورده که ما اینجا داریم. در حقیقت اومده خورده روی یکی از حمایتاش و داره برمیگرده. مدلی هم که این اصلاح کرده یک مدل فشردگی داره که این فنرش اگه در بره میتونه با سرعت زیادی برسه به اون تارگت هایی که داره. در نتیجه مثلا از نظر تکنیکالی به نظرم این خیلی میتونه ارز خوبی باشه برای نوسان گیری، نه برای اینکه توی سبدتون بخواید قرار بدین، چون میبینید که هیچی نداره دوج کوین. و در نهایت هم ریپل رو نگاه بکنیم، یک تحلیلی روی ریپل بدیم. ریپل رو قبلا مشخص کرده بودیم براتون نواهیش رو، تو تایم روزانه گفتیم خدمتتون که میتونه تا هولوش 3 خودش رو برسونه و پایین هم که خب یه دونه حمایت داشت سمت 1.9 الی 2. از اون زمانی که ما تحلیلش کردیم فکر میکنم بعد از این بود که اینجا رو تاچ کرده بود، یادم نیست دقیقا، ولی حالا یا اومده نشسته روی این حمایت و در واقع بعد واکنششون داده اومده بالا، یا اینکه هنوز نرسیده به اینجا. یه دونه هم تو تایمه، ولی خب اون حمایت همچنان سر جاشه. یه دونه حمایت هم اینجا ما داشتیم که این رو انگلفش کرده، یعنی این فعلا ریپل یه دونه نشونه برای ما گذاشته که پایین تر از این براش در دسترسه، که پایین این دیگه ما میتونیم بگیم حمایتی وجود نداره به غیر از ناحیه 1.9 الی 2. اینو مد نظرتون داشته باشید. من این چون پاک شده، یعنی این انگل شده، دیگه فعلا کاری باهاش ندارم، ولی پاکش نمیکنم بذار باشه. منتها خب با توجه به جو مثبتی که روی آلت کوین ها در حال حاضر ممکنه که وجود داشته باشه، قطعا ریپل هم خیلی مستثنا از این حالت نیست و میتونه که یک رشدی رو داشته باشه. حالا یک کف، اون کفه که در آلت کوین های دیگه ما میدیدیم، اون کفه که اینجا بود، برای ریپل خیلی کف نزدیکتره در حال حاضر، حداقل قیمت الانش به این کف نزدیکتره. کف $2.32 کفیه که باید شکسته بشه رو به پایین، زیر اون کفه رو بره، حالا یا استاپ هاند کنه یا ما بهش میگیم نقدینگی جذب کنه، هر کدوم، و بعد حرکت رو به بالاش رو انجام بده. حرکت رو به بالاش در حال حاضر چیزی که برای ریپل من متصور هستم، اون تارگتی که فعلا براش دارم برای نهاییش اینجاه، سمت 3 هست. منتها قبل از اون 2 تا مقاومت بالا سرشه که باید ببینیم به اون مقاومت ها چه واکنشی نشون میده. حالا مقاومت ها کجا؟ یکی اینجا هست. مقاومت ها هم برای تایم های 4 ساعته و 1 ساعته هستن، یعنی مقاومت های تایم پایین نیستن خیلی. یکی اینجا هست سمت 2.56 الی 2.62 که برای این لگ، در حقیقت لگ کلی که از اون بالا اومده پایین تو تایم 4 ساعته. یه دونه مقاومت دیگه هم اینجا داره. این ناحیه اینجا هم میتونه کاملا نقش مقاومتی بازی کنه براش، 2.44 الی 2.46. یعنی اگر این رو ازش عبور بکنه، این سقفه هم شکسته میشه، یعنی اینو که ازش رد بشه، این ناحیه زرد رو، این سقفه در دسترس میشه، شکسته میشه. این سقفه که شکسته بشه میتونه خودش رو تا این بالا برسونه، یعنی راه براش تقریبا بازه تا تا نزدیکای اون سقفی که همین اخیراً رفته بود خودش رو برسونه. حالا ما چون تحلیل‌ها رو هفتگی میدیم یا 2 هفته یک بار میدیم، این بعیده که بخواد توی 1-2 هفته بیاد برسه به اون بالا $3 اینا. حالا با توجه به جوی هم که روشه، چون یه مقدار میدونید هنوز درگیر دادگاهش هست و تو این رشدی هم که بازار داشت، ریپل جزو اون ارزایی بود که چندان رشد جالب توجهی رو نکرد. این رو هم مد نظرتون داشته باشید. ولی اگر بخوایم حالا یک سناریو براش در نظر بگیریم، دقیقاً عین سناریوی ارزهای دیگه، یعنی از همین جایی که بیاد یک کمی پایین‌تر، تفاوتش اینه که خیلی به این کف نزدیک‌تر ریپل این کف رو بشکنه و بعد حرکت کنه فعلا رو به بالا تا این مقاومت $2.44 الی $2.46 و گفتیم دیگه اگر از اون عبور بکنه بالاتر هم در دسترس، این یکی سمت زرده. خب ویدیو رو من بیشتر از این طولانی نمی کنم، هم بیت کوین رو هم چارت از آلت کوین ها رو با هم دیگه بررسی کردم من نظر تکنیکال و امیدوارم بتونه یک دیدگاهی بهتون داده باشه و بتونه کمکتون کنه که معاملات بهتری رو داشته باشید. اتریوم رو هم مفصل تا یک ویدیوی دیگه تو این هفته براتون تحلیل میکنم و تحلیل آنچین هم به خاطر که یه مقدار طولانی میشه اونم تو یه ویدیو جداگانه براتون میذارم، یعنی سعی میکنم تحلیل آنچین رو فردا براتون بذارم
و ویدیو مثلا تحلیل اتریوم رو هم حالا یا فردا یا پس فردا براتون آماده کنم که یه پکیج کاملی داشته باشید. دوستان خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. اگر سوالی داشتید تو کامنت ها ازمون بپرسید، حتما بهتون جواب میدیم. فعلا خدا نگهدار.